علی کریمی پاسش پشت مدافع مهدی قائدی، آفساید هم نیست. مهدی قائدی چیپ میزنه و توپ توی دروازه قرار میگیره. گل اول برای قائدی. حالا در کنار شهریار مقانلو آقای گل رقابت‌های لیگ برتره مهدی قائدی. بدین شکل از نماهای گوناگون این گل رو مشاهده میکنیم. حالا میتونیم در اون سمت غفوری ارسال تو فرصت برای استقلال و توی دروازه گل برای استقلال. مهدی قائدی گل دوم این مسابقه رو به ثمر میرسونه و نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه. حالا خوشحالی به اردوی آبی پوشان استقلال میاد. دروازه سپاهان در 8مین بازی خانگی به نوعی باز میشه بعد از اینکه در 7 بازی قبلی اونها گل نخورده بودن در نقش جهان و اولین گل فصل سپاهان که دریافت میشه در جریان بازی. این ارسال از غفوری، این ضربه پای راست قائدی دروازه رو باز کرد. 6 گله میشه مهدی قائدی. با هم ببینیم این ارسال فوریا غفوری به روی دروازه. یه بار دیگه موقعیت از این طرف یاران استقلال. فرصت برای گل مساوی. ضربه میزنه توی دروازه گل مساوی. مهدی قائدی یه گل طلایی برای استقلالی ها میزنه و اینجوری جشن و شادمانی اونها به پا میشه. حامد لک و در مقابلش رشید مظاهری. یه 2-2 دیگه در شهرآورد تهران. سومین مساوی 2-2 در این مسابقه پرهیجان. آفرین به بچه‌های استقلال، آفرین به بچه‌های پرسپولیس. یه فوتبال گرم، یه فوتبال تماشایی از یاران دو تیم رو دیدیم. بازی فوق‌العاده‌ای بوده. شامل حال ما شد تا این توپ وارد دروازه نشه. مهدی قائدی جونم باریکلا، چه شوتی، چه گلی. 86مین دقیقه استقلال به گل 4م خودش دست پیدا میکنه. اینجا توپو تحویل گرفت از فرشید اسماعیلی و به این ترتیب یه سوپر گل از مهدی قائدی حساب کار رو 4-2 میکنه. یه نگاه به دروازه و از این فاصله سر رو میزنه در دفاع پرسپولیس. یه برگشت قائدی رد شد، ضربه‌شو میزنه و گل. مهدی قائدی اولین گل استقلال میزنه. این دفعه توپ ناقص. قائدی اوه چه لایی زد به رسن، خدای من. و ضربه نهایی قائدی نگاه ها رو به محوطه جریمه و دروازه پرسپولیس